ویسکی بود یا عرق؟ عرق بود. آخه یه چیز بگم واقعا رو این نمیشه اصلا حساب. 3 2 1 که مست شدم الکلی هم نیستم قشنگ چپ میشم. کجا میری؟ بابا ایول آس درود. خوابی؟ آفرین. سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به کانال پیس گایز. این برنامه‌مون قراره اینه که ببینیم کی مشروب خورده. 2 نفر از بچه‌ها هم مشروب نمیخورن، یعنی یه سری پیک میاد اینجا 8 تا 2 تاش توش مشروب نیست، 6 تاش توش مشروبه. حالا باید ببینیم اون دوتایی که شانسی بهشون میفته، نه ما میدونیم نه خودشون کدوم. البته یه سری از چالنجا بریم ببینیم میتونیم پیداشون کنیم یا نه. حاضرین؟ 1 2 3 گفتم با هم بخورید. 1 2 3 یکی سوخت. خب اوکی. شاید سخت شد. اون که سیامک پاره است. حدس میزنم اون 100 مشروب سوخت. اگه که خیلی خوب بازی کرده. نه آره آفرین، حواست باید به اینم باشه که یه ذره ایشونو داشته باش. آره. بریم بچه‌ها برای یه معرفی ریز. حاضرین؟ شما شروع کنید. علی هستم. دوسلدورف زندگی میکنم. مشروبش خوب بود؟ فوق العاده بود. عالی. خیلی اصلا حال کرد. سوزون یا نه؟ سوزون. عرق بود یا ویسکی؟ ویسکی بود. ویسکی بود. اوکی. شما؟ بهارک هستم، از کلن اومدم. خوب بود عرقی خورد؟ اصلا نفهمیدم عرق بود، آبجو بود، آب بود. اوکی. خب ما هم گول خوردیم. زرنگ اینا چقدر؟ شما؟ نگین هستم، 25 سال، از هانوفر. چطور بود مشروب؟ بد نبود. ویسکی بود یا عرق؟ رنگش که عرق رنگ بود، ویسکی رنگش نیست. عرق بود. علی گفت ویسکیه. حالا ممکنه جنسش خوب بوده. میخواست خیلی ما رو ببره اون من. ویسکی بود یا عرق؟ عرق بود. عرق. بعدم گفتی عرق بود. لینا هستم، 29 ساله، از کل. همون اول که آوردین اصلا از رنگ و روش احساس کردم عجب چیز خوبیه. اصلا چربیش مشخص. اصلا قشنگ و گاز زده بود بالا. 100 مال لینا مشروب بود. برو ببینیم اون تیم اونور چه جوریه. علی جان قربونت. علیم 30 سالم کن. از کل. علی جان چی بود تا کجا سوزوند؟ خیلی آب خوبی بود. آب. خیلی. همشون دارن گولمون میزنن آخه. برو. میریم نفر بعدی. با درود فراوان زیبا هستم. سلام زیبا. درود به بینندگان عزیز، زیبا هستم، 31 ساله، از دورتموند. من مستم بچه‌ها، فقط همین رو میتونم. فقط مستی؟ میدونید آدم صادقی هم هستم، نمیخوام به بیراه بگم مست شدم، الکلی هم نیستم، قشنگ چپ میشم پیک. صادق زیبا کلامه. پس زیبا دیگه از تو نمیشه پرسید که چی بود، باید بگیم که دقیقاً برندشو میتونی بگی چی بود یا من چون الکلی نیستم نمیشناسم. نمیشه. راست میگه نمی‌شناسه. اینو. نه این چون راست همیشه توی حالتی که زیاد مشروب نمیتونه مصرف کنه من در جریانم. اون حالت رو زیاد عرقا رو نمیشناسم. اون حالت رو دوست دارم ولی میریم بعد. الان میدونی چی شد؟ من مسجدم نیستم، مسجدم نیستم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بیتا هستم، 21 سال، از دوسلدورف. 100% تکیلا بود. تکیلا بود. اوکی. خب برو. ولی خب من چیز نیستم، مشروب از مشروبی نیستم، ولی فکر میکنم ولی 100% تکیلا بود. مشروبی نیستم ولی 100% تکیلا بود. تکیلا. کار نظر ما هم کارشون. که ولی منو گرفته. ببینیم سیامک هم گرفت. سیامک هم از دوسلدورف. تکیلا نبود. سلام علیکم. ارادت دارم. باکاردی بود. باکاردی بود. خانم بهارک عزیز و نگین جان. لینا دست جزانی که نکرده بود پر صحنه. نه مشروب نخورده رو زیبا حس می‌کردم داره رول بازی میکنه، چون خیلی بالا پایین میپرید، احساس می‌کردم داره رول بازی میکنه. با سیاه اون قیافش انقدر سوزون مشروبه. شما که خوردین، من نظر منه، تو چی میگی؟ من میگم ایشون خورده، لینا خورده، علی هم خورده. میخواد در مشروب مورد داشته. اونا که نخوردن صحبت کنیم. ببخشید یه سوال میتونم بپرسم؟ میشه پیکمو چپ کنم یا نه؟ نه حالا داری. سوال می‌خوایم اگه باش بگی. من خیلی مستم. آها خب. اوکی. آره منم یه آب جوری خورده، هم راست کلا. میگی. شما هم یه جوری؟ تو پیکای من مرگ موش ریخته بود. خب همین از این ور به نظرت کی 100% خورده اینجوری بریم تو؟ علی دیگه نمیگم علی نه گیتاریست، میگم علی ویسکی. علی ویسکی ویسکی. نخورده یا شاید گولمون زده باشه این طرف. نگین فکر کنم خورده، بهارک نمیتونم تشخیص بدم، اون خیلی شاید خوب بازی کرده باشه. لینا 100 خورده. من نگاه نکن اینجوری. این برم که نظر من اینه. تو کدومو میگی؟ بگو حداقل من گردن نگیرم. من میگم بیتا خورده به نظر من.
و یکم به سیامک برای نخوردن مشکوکم که حالا به نظرم یکم باید بریم جلوتر. حالا تا اوکی. هر چی هم باشه تا اثر کنه یه خورده زمان میاد. صدام به مردم نمیرسه، ببخشید من انسان مردمی هستم، میخوام صدام به مردم برسه. یه سوال دارم، یک سوال دیگه اشکال نداره. که منم نظر بدم که کیا خوردن کیا نخوردن؟ بعد دیگه خب این مرحله نه، یه مرحله داریم که نظرم بدی. میگم ولی بهارک و علی نخوردن. مرسی مرسی. سوال که نبود، نظر بود. اگه اشتباه بود چی؟ ما رو اشتباه از گول است. بزنید. شما چی گفت؟ شما چون نزدیک بهش گفتی چیزی که نظر ما میدونیم چه برندیه، فقط میدونیم چه برند، نمیدونیم کی میخوره کی نه. واسه همین باشه. آره دیگه. آره در کل باید گول بود. خب پک بعدیتون رو میتونید برید بالا دیگه. آماده داشته دو طرفه بریم. داشته باشه. آره حواسم هست. برو بریم. نوش. آقا جون داداشیا بنازم. سلام علیکم. برو علی بریم. بریم. 3 بار 3 سیر سرشیر 3 شیشه شیر. سه شیش نمیتونم. علی وایس سیامک از این طرف. وایسا علی یه دونه بگو. چی بگم؟ 3 سیر سرشیر 3 شیشه شیر. 3 سیر سرشیر 3 شیشه شیر. واه، خیلی سخته. کلی سه و شه قاطی میشه. کانال کولر تالار تونل. 3 بار پشت سرم باشه. کانال کولر تانال تالار تونل. تالار تونل 3 تا پشت سرم. نمیدونم یادم کانال کولر. کانال کولر کانال کانال کولر آقا نمیدونم نه خب ببینید یه بار دیگه یه تلاش دیگه. یه بار دیگه بگو من این آخری کانال تلاش کولر تالار تونل. کانال کولر خب بزن. تالار تونل بچه‌ها نوبت خودتون صحبت کنید. ممنون. الان اونجا میرسه. 3 بار باید پشت سرم بگید. نمیتونم یه بار یه تلاش. خب باشه کانال کولر تالار تونل ای بنی 3 بار رو ازش میپذیرم. می‌پذیریم؟ تو بعدی خب، اونور اوکی. مشروب ایشون رو من تایید میکنم. زیبا خانم رسید. بریم. برو از زیبا بپرس. زیبا اسم فامیلیشو بگو 3 بار بگه اگه تونست ردیف. من نمیگم حالا نمیدونم. 3 بار چه ژست زشتی. چه ژست زشتی. چه جست زشتی، چه جست زشتی، چه جست زشتی، چه جست زشتی، چه جست آقا زشتی، دمش چه جست زشتی، چه جست زشتی ناخن. خبر بکشش. خیلی خوب بود. ای بابا. اون الان تمرکزش به این دقیقاً این تمرکز بالاست. 3 بار نگین جان. چیپس چسب سس. 3 بار پشت سرم. چیپس چسب سس، چیپس چسب سس، چیپس چسب سس. بابا همه تمرکز بالاست. چیزی که واسه من خیلی راجع به این برنامه جالب بود، خب این اولین تجربه من از شرکت تو یوتیوب و همه چی کاملا واقعیه. یعنی من فکر نمی‌کردم واقعا همه چی واقعیه. فکر نمی‌کردم بعد مشروب بخورم. من تو مشروب نمی‌خورم. خیلی کم مشروب می‌خورم. و اینو می‌خوام بدونید که همه چی کاملا گانز واقعیه. همین. سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت. سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت. سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت. سمسار تو سسماریش. خب اون رو روش فوکوس بکن. خورده فکر کنم یه ذره به نظر من. آخراش خورده بود. 3 بار پشت سر هم. دوغ گازدار گاز دوغدار. آخ آخه یه چیز بگم، واقعا رو این نمیشه اصلا حساب. من در حالت عادی اوکی تکلم ما نمیخوایم رو حساب کنیم. شما بگو. خب چی بود؟ دوغ گازدار گاز دوغدار. دوغ گازدار گاز دوغدار، دوغ گازدار گاز دوغدار، دوغ گازدار گاز دوغدار. بابا دمتون آقا بی تمرکز من شماییم. بچه‌ها همه تمرکز. اولا رو با قند گول میزد. اولا رو؟ قول بزرگ. ها قولا رو فکر کنم اولا رو گل زد. قولا رو با قل قولا رو با قند گول میزد. گل میزنه. وای قولا رو با قند گل میزنه. قولا رو با قند گل میزنه. علی ویسکی آماده؟ علی من آمادم. ریش خودم رو تو عرو بخونم. ریش شیری سیبیل شیری سیبیل شیری ریش شیری. همه چی شیریه. عجب شیر تو شیری شد. ریش شیری سیبیل شیری سیبیل شیری ریش شیری. میدونی من کیم دیگه. دارم صحبت بگو تو یه بارم بگی قبوله. سیر شیری ریش شیری. سیبیلش کو. الان گفتی سیبیلش کجاته؟ بگو سیبیلش کو. I forgot bro. فراموش کردم. سیبیل شیری اول باید ریش شیری سیبیل شیری. سیبیل شیری. بابا ریش با ریش شروع کن علی.
سوزوندت وقتی خوردی نه میسوخت میرفت ولی خدای سخت بود. چه دشمنی در حقشون انجام دادی. ریش شروع بکن. ریش یه بار دیگه تلاش کن. ریش شیری، سیبیل شیری، سیبیل شیری، ریش شیری. ریش شیری، سیبیل شیری، ریش سیری، سیر شیری. مثل این بچه‌های میه که تازه دارن زبون باز میکنن. شما بگو همینو. زبان بسته خیلی سخت. من مستم. من مثلا منم جردن رو بستم. او مای گاد. کی میتونه اینو بگه بچه‌ها کسی نیست؟ خب ریش شیری، سیبیل شیری، سیبیل شیری، ریش شیری، ریش شیری، سیبیل شیری، سیبیل شیری، ریش شیری، ریش سیبیل. بی بی سلام بلدی؟ نه. ببین من این کارتا رو برمیگردونم. بی بی اومد گفتم میگم بهتون چون دید ندارید یه ذره امکانات کم بود. من اینو میگم بهتون بی بی. گفتم بی بی دستتون رو میاد بالا. گفتم سرباز این کارو میکنید. گفتم شاه سینه میزنید. آس اگر اومد بگید سلام. بی بیو بگید سلام میخواید ها؟ الان عوض آس اومد بگید سلام. درود. بچا بگید آسو گفتم بگید درود چون فارسی قشنگتریه نسبت به سلام. بی بی آس درود. کی بود گفت زورود؟ کی بود گفت زورود؟ خانمی باید این وسط باشه. منم میخوام حرف بزنم. بریم بعدی. اونو نگه اون میخورتمون نه اون کارا رو واسن. بریم بعدی. بی 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 آس درود. شاه خب حله. برو سرعتی ترش کن. شاه سرباز آس بی بی سینه رو چی میزنی؟ خودم میگم اصلا نمیزنم. شاه سر اون پاره اون واقعا ویسکی خورده. میگم سرباز چجوری میکنه؟ با بی بی اشتباه گرفته. دادش میتونه با پسرها بزنن. میخوای علی رو عوض کنیم با یکی از بچه‌های پشت سر. ببین هر وقت خواستی میتونید بدی بیرون خودت تو تعویض کنی یا یکی دیگه رو جدید بیار. نه خوبم. خانواده اونا هم فوق العاده سلام میرسونم بهتون. عزیزی قربونت چم. یه چالش داریم بچه‌ها. با اون چالشه باید همزمان پیکاتون رو بخورید. یکیتون که ورزشکاره من یه ذره بهش نشون دادم علیه. یه چالش دیگه. پیکتو نمونه با پیکم نه. اونو برو. اوکی کجا برم اونجا؟ آره داداش مرسی. من اینجوری بود. بشین. میشه بلند میشه. آفرین. همین بچه‌ها دیدین به همین راحتی. بفرمایید. وقتی برگشتی میشینی بلند میشی میخوری. همون کاری که علی کرد. حله برو. اگه یادت رفت من کمک کنم. پیکتو نخور. یکی دیگه میاریم مگه. پامو روی زمین به نظرم یعنی چی؟ یعنی با یه پا بچرخ. روی پات میچرخی بعد اول میخوری بعد دوم. اوکی 3 2 1 بهت گفتم رو 3 2 1 برو. آها بشین برو بالا سلامتی. اونجا نوشابه هم هست. دستش داره میلرزه بچه. کدوم نوشابه من؟ همونه دیگه. نوشابه رو نمیدونی کدومه؟ همونه. ببین بچه‌ها اوکی ان تو هر نوشابه بالا نیاری داداش. اوکی دوست داری خوبم. خوبی منم خوبم. چند تا خوبی علی؟ وای خیلی مست. من خیلی خوبم. آره. دوربین کجا؟ سلام. نمیدونه دوربین کجاست میگه خوبم. بزنه گولم نزده باشین اونجوری کرده باشی قیافتو دود کردی اول ویدیو. معلوم نمیکنه. نه من فکر یکی از قسمت‌ها سوخت اون دود مال اونجا. قرمز اینجوری رفت پایین دیدم اینجاست قرمز داره میاد. ممسو. برو 3 2 1 خب برو پایین بشین. بیا بالا حالا. خب اوف الان واقعا کونه سوخت. بارک خانم با 3 2 1 ما بود 3 2 آره 3 2 1 بله تعریف چرخش که کامل عوض شد. آره دیگه الان ایول گوارایی وجود بره جایی که غم نباشه. اوف یا نه اوف
اوف من نمیدونم یا این یا خوب بازی میکنه یا مشروب نداره، من در صورت نمیدونم. کجا میری؟ بابا ایول به مردم سلامتی. اول میخوای با اون دوربین سلامتی رو بهشون بده برای بچه بیننده. ایسکای مشروبش خوبه. خب ویتا برگشتی بعد الان نخوری بعد بری دور بزنی، اینا رو که متوجهی. یه دور بزن بعد بشین بعد شما طرفداری، شما دشمنی، شما چی؟ سابسکرایب کنید ناموسن. صدا واسه نشیدم فکر کنم. بابا صدات هست. خدایی خسته نباشید. یا ابوالفضل 3 2 1 فیش اشکال نداره، برو پایین بیا بالا. دور کفشش پایین خرابه. برو پایین بشین بیا بالا. آها برو قیافش. خب این اصلا این رو خط تگریه، این مشروب داره هر چی تو دهنش بود پس اومد بیرون. دیدی؟ کلا یعنی از صبح تا حالا با 3 2 1 ما دیگه شروع می‌کنی چرخش. 3 2 1 اوکی بله. بسیار این چالش اضافه شد بهش. خب آره. خوبه. موزیک کجا پلی بود اونم بگو. چپگرد بودیم. تو بقیه راستگرد بودن، زیبا چپگرد. مگه هندل موتورگازیه؟ کفشامون الان رو به دوربین نیست، ما این دوربین اون بره. آقای کفشامون زمستونیه دور نمیخوره، یعنی ایراد نداره تلاشتون رو بکنی. برو درست. خب بشین همون. آها چشای بیننده. آها سوخت. 3 2 1 بله ما هم که گول خوردیم. خب دیگه یه دور رفتم. یکی دیگه باید بشینی دیگه یه دور دیگه. از شما توقعمون بیشتره. برو. آره برو. اوکی. یا ابوالفضل کفشا رو در میاره. آها خب بشین. خب اوکیه. این چی نبود؟ نوش جان. آخ نوش جان خیلی سلامتی. میخوای تو بیا بشین اینجا، این بشینه پیش علی با هم. بچه بریم برای قسمت بعدی. اون کدوم سواله که کسی نمیتونه با بله جواب بده؟ شما اول زدی بگو. آره شما خرمنی؟ چرا من خیلی جاها یکی من میتونم جواب بدم. زنگ بعدی رو کی گفت؟ چند سالته مثلا؟ بله؟ چند سالته مثلا؟ نه سوالیه که با نمیتونه جواب بله. نمیتونی با بله جواب بدی. میتونه بگی بله. اسم مامان چیه هم که نمیتونه بله. خب چه جوری میخواد بگی بله؟ در صورتی که خر باشه. این سوالو کی میتونه جواب بده؟ کی بگو. بیتا بگی. من که بیادبیه. جواب ما بیادبی نیست ولی شما بگو ببینیم. تا حالا شده بدی پول نگیری؟ اونم خیلی ها ممکنه بله، من سراغ ندارم ولی خیلی ها ممکنه بله باشه، اونو نمیدونم. نمیتونه بله باشه جواب، درسته؟ بله. نمیتونه با بله جواب. اوکی. آیا خوب بده؟ آیا خوب بده؟ سقراط. تو مردی تو نفس نمیکشی؟ نزدیک شد. خیلی نزدیک. خوابی. آفرین. خوابی جوابش. نه دیگه برای اولش بود. آفرین. در هر صورت تو نزدیک کردی، ایشون بهارک باهوش‌تر بودن گرفت. اوکی. من دوست دارم رایگان این سوال از علی بپرسم. از 50 تا 40 4 تا بشمر بیا پایین. از 50 تا 0 4 تا بشمر بیا پایین. اوکی. برو پایین. 50 بعدش 46 انقدر سریع نه، یه ذره تندتر باید بگی. 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 0. دمش گرم خوب حساب کرد. کدوم ماه 28 روز داره؟ 28 روز داره. علی بفرسته. فقط یه دونه ماه نه؟ جوابو باید بگی. باید بگی دیگه. چند تا ماه؟ باید جوابو بگی. اسفند. اشتباهه. کی میدونه؟ سیامک. هر ماهی میتونه باشه. چرخشیه. نه یعنی چی چرخشی؟ چرخشی منظورت بگو. یعنی که یه ما با دقیق شدم رفته. یه ما 28 روزه، بقیه 30 روزن، یکی یا دو تاش 31 روزه. و این میچرخه.
جواب نیست. نه جواب نه سوال یک نیست. ماهه که اون آدما هم وقتی تولدشون تو اون روزه همیشه تولدشون نیست. اینو منم میدونم. فکر نمی‌کنم بهمن باشه. سال کویسه که اسفند میشه ولی آره. نیست جواب. بچه‌ها فروردین اردیبهشت یه همه معارف نمی‌کنه شما جواب لینا بدید. شما آقای ریاضی کدام ماهی؟ داره آنالیز میکنه. علی داره آنالیز. تیر. نه بچه‌ها نه. دیگه دی یه دیگه تو گفتی دی؟ همه ماها. آفرین. لینا درست گفت همه ما 28 جواب دو. زنه. کدام کشور بیشترین جزیره را داره؟ بفهم. نه خیر. اسپانیا اونم نه خیر. نه اونجا نیست. ترکیه بچه‌ها مسابقه زنگ زدن نیست. بچه یه دقیقه وایسی شماره همو بگیری به هم زنگ بزنید چون یکی تو میزنی یکی این عددا کشورها جابجا میشه. نه فعلا تا اینجا نه. ترکیه نیست؟ نه بابا نیوزلند یا ایران دبی نیست ایران. دبی خودش هم جزیره. یه عالمه ترکیه جزیره. بابا اجازه بده علی هم فکر کنه دیگه اینقدر زنگ نزنید. نفوس و مسکن سیامک داشت میخوای تو بحث شرکت کنی؟ نمی‌دونم. مشروبش خیلی خوب بود. سیامک داره سوال قبلی فکر کنه. آمریکا؟ خیلی یه جوریه. نه آمریکا چه بعید میدونم باز باشه ولی خب نه نیست. خودش هم جزیره است. بچه‌ها یه راهنماییتون اندونزی میکنم نیستی. داخله کسی اون پشت میدونه بچه‌ها شما از بچه‌هایی که پشت صحنه هستن کسی وایسا ولی گوگل سرچ نکرده کردی. باشید. چت جی پی تی نزده. دست شما گوشیه قبول نیست دست شما هم گوشیه. امیر جان شما این کارو کردی گوگل زدی بگو نخه گفتم نخه بفرمایید گوگل کردن ایشون بله سوئد. کدوم رودخونه طولانی ترین رودخونه اروپا است؟ ماین برادرم کار کل بیل اهواز. کی زنگ زد؟ اصلا از من؟ بگم راین ولی راین رودخونه هست. من میدونم از روسیه میاد یعنی این جوابو میدونم ولی احتمال ببینی از روسیه بود خیلی جیبالی اکباری رودخونه اسمشه. میدونم بیننده هامونم لذت میبرن از این همه نمک. بله بله. بچه ها شما قلب روزای تلختون بیننده زیبای بخشین جانه چیز. بچه یه سوالم بچه از بیننده ها بپرسن کاراکتر مورد علاقتون هر کسی هست ما رای گیری میذاریم توی قسمت کامیونیتی یوتیوب میتونید برید رای بدید هر کدومتون با کاراکتر رو بیشتر حال کردید ببینیم به کی بیشتر 4 به 4 تا این بر توی رای گیری 4 تا این بر توی رای گیری. یه سوال دیگه داریم. من رای خودم علیه. به من رأی بدید پول میدم بهتون. تو کامنت ها میگردم جایزه میدم. فقط ما الان ما تشخیص بدیم کدومتون بسته. بگو نظرتو بگو کیا نخوردن. 2 نفر رو بگم. 2 نفر هم داره دیگه. خب به نظر من یکی زیبا خب نخورده با چیزی که دارم میبینم و بین 2 نفر اینجا شک دارم راستش بخواید نگین و علی. نگین و علی. نه خب علی نخورده؟ نگین من نظرمو میگم. به نظر من نخورده؟ به نظر من علی نخورده. من میگم زیبا و علی. بچا تو میگی زیبا و علی. خب من میگم این علی نخورده این صد یعنی اینو مطمئنم تقریبا اونجوری که این پارکور زد اینجا این چالش رو رفت این نخورده و بین این دو خانم گیرم من شما رو میگم علی نخورده و بهارک. اون 2 نفری که نخوردن بلند شدن. 2 نفری که مشروب نخوردن بلند شدن. به خدا نخوردم نه من شما آقا شوخی که نداریم بچه‌ها اون 2 نفری که نخوردن خوردی شما مشروب خوردی؟ نه بچه‌ها جدی اون 2 نفری که نخوردن بلند شدن. 3 2 1 2 نفری که نخوردن. 3 2 1 2 نفری که نخوردن. حال کردی گفتم علی نخورده. من پشمامون خودم دویدم. اصلا نمیخوری یعنی رفتی هماهنگ کردی اونجا؟ 1 سال الکل نخوردم الانم نخورم. الان مگه هماهنگ کردی اونجا که نخوردی؟ نه همینجور شانسی به دفتر. شما نخوردی شما اینجا خود میزنی. خدا سرشد اینجا اصلا نخوردم. بابا من نمیتونم حذف کنم. آقا بچه‌ها یه دست به افتخارشون بزنید همه خدایی. خیلی خوب بود. جفتشون خیلی بیش از حد
تو رو اگه میگفتم که بابا منو فرزادو میگفتی می‌خواستی تشخیص بدی. الان اگر میگی اوکیه. بازیگری همینجا باید خودشو نشون بده بازیگر. بچه‌ها خدافظ. بچه‌ها خدافظ. فرزاد خدافظی کن. خدافظ. خیلی به من خوش گذشت. تو هم که ادامه دار باشه ممنون. اصلا فکرشون میگم صاف کنیم دیگه. اسم هادیتون هم نمیسین کامنت با شخصیتی که کار کردین کامنت اصلا بهشون نمیتونم. مرسی، دستتون درد نکنه. مرسی که نگاه کردین. انشالله خوشتون اومده باشه، خندیده باشین. خیلی حال کردم، دوباره هم دوستم شرکت کنم. کامنت به نفع وحشی. یالا. من خیلی حال کردم و اینکه امیدوارم هم دوست داشته باشن برنامه رو و عشق کرده باشن. اگه دوست داشتید میتونید منم فالو بکنید داخل اینستاگرام ریل علی آرت.